که در او تشکیلی نباشد، سال نوی که در او یاد شیشه نباشد، سال نوی که در او راست نکنی یاد پاندوکسی نزنی، این سال نو کنیشن نادرست است. متاسفانه در جامعه امروزی نفرهایی را میبینیم که به خاطر لایک پرسموتر، به خاطر خنداندن مردم ایمانش از دست میتیه و از دایره اسلام خارج میشود. وای بر حال این گونه مردمی که به خاطر خنداندن مردم ایمانش از دست میتیه. این کسی را که شما در نوار دیده یک دفعه دیگر دعا را مسخره کرده بود و پوبلیش نبور آمده بود و از گناه خود توبه کرده بخشش پرسیده بود. ولی از این نوارهایی که او روزهای آخر ثبت کردگی فهمیده میشه که این انسان توبه کردگی نیست. اگر اینها را بپرسی که چرا این گونه شما مسخره کرده، اونها چی میگن؟ میگن ما فقط یک شوخی کردیم. الله رب العالمین میفرماید در شأن او کسایی که مقدسات دین را مسخره میکنن میفرماید ولئن سألتهم لیقولن انما كنا نخوض و نلعب. ما فقط شوخی کردیم، ما یگون مقصدمون تحقیر و اهانت نبود، فقط ما شوخی کردیم. میگن قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. ای محمد به اونها بگو که آیا شما با خدا و با آیات او و با پیامبر شما مسخره میکنی؟ قد کفرتم بعد ایمانکم، شما بعد از ایمان آوردنتون کافر شده. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، شما عذرخواهی نکنی، نگه که ما فقط شوخی کردیم، نگو که ما فقط به خاطر خنداندن مردم بود. در حقیقت شما کافر شده و خودتون آگاه نمیشوی. پس نخواه که تا همین درجه شما ایمان شما برای شما اجازت بتیه که با مقدسات دین شما همین خیلی مسخره بکنی. با اون مسخره ای که در پوبلیکا میگذاریش از الله نمیترسی؟ شما از دین خارج شده. من شما را توصیه میکنم برادرای عزیز، هر دوی شما اولا کلمه توحیده به زبان آورده مسلمان شوه. اگر زن داشته باشه هم زناتون ایسر نکاح بکنه.